تست ترایاک با مولتیمتر. بریم ببینیم باید چیکار کنیم. سلام، من علی گرامی هستم. میخوایم با هم دیگه این ترایاک رو با هم دیگه تست کنیم. این ترایاک پارت که روی اون قید شده BT137، هر دوتا یکسانه، هیچ فرق نمیکنه. من معمولا واسه تست قطعات اون رو روی بردبورد قرار میدم که بتونم به راحتی پراهای مولتیمتر رو اعمال کنم به پایه ها و اونو تست کنم. حالا بریم ببینیم اصلا ساختار داخل تراک به چه صورته. ما در مورد این قطعه کامل صحبت کردیم. گفتیم که این قطعه متشکل از 2 تا تریستور هست. به این ترتیب قرار میگیره. 3 تا پایه داره، T2 و T1 و اینجا هم پایه گیت هست. حالا میتونیم ببینیم T1 یا T2 یا MT1 یا MT2 فرقی نمیکنه. به این ترتیب هست. تریستور میشه یکی از این دیودها یک طرفه است و یه پایه گیت داره. اما اینجا ترایاک به این ترتیب هست که ما دو جهت است، هم از T1 به T2 و هم T2 به T1 ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، هدایت جریان رو انجام بدیم و کنترل اون از طریق پایه گیت هست. تست این قطعه به چه صورته؟ خب اگر که شما اینو سرچ بزنید، من اینجا چی دارم؟ ترایاکی که من اینجا دارم BT137. یه سرچ ساده که بزنیم، کافی اینو سرچ بزنید توی اینترنت، واسه شما میاره، مینویسه T1 T2 و پایه گیت. پس این پایه سوم میشه پایه گیت. به این ترتیب T1 T2 و پایه گیت. و اینجا واسه ما جهت خیلی ملاک نیست. کافیه که ما بیایم مولتیمتر رو روی تست دیود قرار بدیم. اینجا تست دیود قرار میدیم، روشن میکنیم و همچنین پایه اول و آخر یعنی گیت و T1 این دوتا رو باید با هم دیگه تست کنیم، تست دیود بگیریم. باید به ما عدد نشون بده روی مولتیمتر و اگر از مولتیمتر عقربه‌ای استفاده میکنید آنالوگ، باید این حرکت عقربه‌ای خیلی زیاد باشه تا آخر باید بیاد. اما اگر که صفر یا OL نشون بده یعنی چی؟ یعنی ترایاک ما مشکل داره. حالا بریم و این تست رو بگیریم. دقیقاً به این ترتیب هست. پس میشه پایه اول و آخر. چه عددی داره به ما نمایش میده؟ 621. حالا من این رو برعکس میکنم. باید دقیقاً تو این حالت هم به من عددی نمایش بده. حالا اگر که من اینجا پایه T1 رو با پایه وسط بگیرم، هیچ چیزی نباید به من نمایش بده و همچنین برعکس اونم صادق هست. به این ترتیب فقط و فقط باید T1 و گیت این دوتا در هر دو جهت به هم دیگه راه بده، یه عدد اینجا به ما نمایش بده روی تست دیود. پس به این نکته حتما دقت کنید. و دومین تستی که میتونیم واسه این قطعه پرکاربرد بزنیم چیه؟ بیایم و تست گرم بگیریم. تست گرم یعنی چی؟ یعنی بهش ولتاژ اعمال کنیم، ببریمش تو حالت عملیاتی. خب طبق معمول من از این ماژول استفاده میکنم، 5 ولت استفاده میکنیم. حالا هیچ فرقی نمیکنه، هر ولتاژی که شما بخواید میتونید استفاده کنید. اینجا ما در مورد تریاک صحبت کردیم، گفتیم که زمانی که گیت تحریک میشه باید T1 و T2 به هم دیگه راه بدن، باید این متصل بشن. حالا ما میخوایم به صورت عملی به گیت ولتاژ اعمال کنیم و ببینیم به چه صورته. میایم و به پایه T1 یا T2، من به پایه T2 متصل میکنم، یه ولتاژ به پایه T2 متصل میکنم، این پایه وسط. من T2 اومدم و 5 ولت متصل کردم و الان باید به گیت هم این ولتاژ اعمال کنم. اما قبلش باید بیام و مولتیمتر رو بیارم روی حالت ولتاژ DC، 20 ولت میذارم، البته توی رنج 20 ولت، یعنی تا 20 ولت به من نمایش میده. بالاتر از 20 ولت بعد رنج رو تغییر بدم. خب من حالا میام اینجا و پایه منفی مولتیمتر رو به منفی منبع تغذیه و اینم به T2 میذارم. T2 دقیقاً اینجا، این وسطی داره 5 ولت به من نشون میده. به پایه گیت که هیچی متصل نیست، پایه T1 هیچ راه نمیده، داره به من 0 ولت نمایش میده. حالا بعد چیکار کنم؟ اگر همین 5 ولت رو به پایه گیت هم اعمال کنم، یعنی پایه گیت هم تحریک بشه، من توی خروجی T1 چی دارم؟ 5 ولت دارم. حالا چه جوریه؟ یه سیم جامپری پیدا میکنیم و دقیقاً از 5 ولت یه انشعاب میگیرم اینجا و میرم به پایه گیت اینجا که دارم، اینجا به این ترتیب. پس این پایه T2 و گیت به 5 ولت متصل شده
زمانی که من پایه وسطی که T2 باشه با منفی منبع تغذیه بگیرم 5 ولت به من نمایش میده و همچنین پایه گیت هم 5 ولت هست. اگر یادتون باشه ما اومدیم و پایه T1 هم گرفتیم و ولتاژ نداشتیم، اما الان ولتاژ رو داریم. اینجا هم 5 ولت رو داریم. پس با تحریک گیت که اینجا هست 5 ولت رو بهش دادیم، داره چی میشه؟ T1 و T2 داره به هم دیگه راه میده. اینجا 5 ولت رو داریم. به این صورت ما میتونیم مشخص کنیم که این تریاک سالم هست یا نه. ما الان تونستیم به 2 روش تریاک رو تست کنیم و مطمئن شیم که این سالم هست یا نه. روش اول این بود که اومدیم و روی تست دیود قرار داریم مولتیمتر رو و پراب مولتیمتر رو روی T1 و گیت این دوتا پایه قرار دادیم و به هم دیگه راه داد و همچنین پراب مولتیمتر هم برعکس کردیم، بازم اینجا به ما عدد نمایش داد و توی هیچ حالت دیگه نباید به ما عدد نمایش بده. این از حالت اول. و حالت دوم اومدیم به صورت عملیاتی، حالا اصطلاحاً میتونیم بگیم عملیاتی، یه ولتاژ بهش اعمال کردیم که پایه گیت تحریک بشه و از T1 به T2 یا T2 به T1 و جریان رو از خودش عبور بده. اگر تجربه این که این زمینه دارید و تست تریاک رو انجام دادید و یا اینکه مشکلاتی تو این زمینه داشتید، زیر همین پست کامنت بذارید و همچنین تجربیاتتون رو با دوستان به اشتراک بذارید. امیدوارم که این آموزش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. لایک یادتون نره. دمتون گرم. خدا نگهدارتون.